اگر هر روز 100 تا شنا به مدت 90 روز بری، این چیزیه که برات اتفاق میفته. اگه بدونی روز 85 چه معجزه‌ای میبینی، هیچ وقت پا پس نمیکشی. 30 روز اول فقط گرم کردنه. سینه، شونه ها و پشت بازوها شروع میکنن به فرم گرفتن. از روز 45 همه اطرافیان تغییر رو روی بدنت میبینن. هر شنا حدود 200 عضله رو درگیر میکنه. قدرت مرکزی بدنت دیوونه کننده میشه. کمرت مثل فولاد سفت میشه. حدود روز 60 یه اتفاق باور نکردنی میفته. تستوسترونت به شدت بالا میره و بدنت تبدیل میشه به یه ماشین 24 ساعتی چربی سوزی. روز 75 تغییر واقعی رو حس میکنی. قدرت بالاتنت به حدی میرسه که هیچ وقت تجربهش نکردی. اما روز 85 جادو اتفاق میفته. بدنت به آستانه قدرت میرسه. متوجه میشی که میتونی 100 تا شنا رو بدون توقف بزنی. فیبرهای عضلانیت فوق‌العاده متراکم میشن و متابولیسمت 24 ساعته در بالاترین سطح خودش میمونه. روز 90 همه چیز فرق میکنه. وضعیت بدنیت عالی میشه. درد شونت از بین رفته. حتی تراکم استخوانت قوی‌تر میشه. تو فقط قوی‌تر نمیشی. داری کل برنامه‌ریزی بدنت رو از نو مینویسی. جالب اینجاست که این چالش فقط در روز 10 دقیقه از تو زمان میگیره و 0 تومن هزینه داره. اما حقیقت اینه که فقط 3% آدما به روز 85 میرسن. سوال اینه، میخوای جزو اون 3% باشی یا نه؟ و اما خبر خوب، از 1 مهر ماه میخوایم ورزش آنلاین در منزل رو شروع کنیم. اگر میخوای اصولی ورزش کنی و یه بدن خفن بسازی مثل این شاگردای من، حتما کلمه ورزش رو کامنت کن که جانمون.